در متون کهن تخت جمشید ما نوشته آقای ایکس، حالا اسمشو یادم نمیاد، درودگر مصری که ستونهای کاخ تچر تخت جمشید رو ایجاد کرده و در حال ساخته، به واسطه این که زنش در آستانه به دنیا آوردن فرزنده میتونه 40 نیمروز سر کار نیاد و از حقوق و بیمه برخوردار باشه، هم خودش هم همسرش هم حمل. ما در این کشور داریم زندگی میکنیم. این دقیقاً همون زمانی این متن نوشته شده به عنوان بیمه نامه اون آقا، اون کسی که از یک کشوری به نام مصر اومده که در اون روزگار اگر کسی میرفت به کشور دیگه، به یک قلمرو دیگه وارد میشد، قطعاً اسیر میشد. اگر مرد بود تبدیل میشد به غلام اونجا، یا اگر زن بود کنیز میشد یا تبدیل به برده میشد. ما در اون روزگار چنین تاریخی رو داریم، چنین اسناد موجودی رو داریم. این در کهن کشور ما وجود داشته و همینها بعدها شده درس‌هایی برای بشریت که امروز در دنیا داره پیاده میشه.